حجاب ستر هست. دیشب هم اشاره کردیم که زن عورت هست، اما اینجا حجاب ستر هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند خداوند بسیار با حیا و پرده پوش است. خداوند بسیار با حیا و پرده پوش است و حیا و ستر را دوست دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم داره وصف خداوند میکنه، میگه خداوند بسیار با حیا و پرده پوش است و حیا و ستر را دوست می‌دارد. چقدر زیباست حیا از زن مسلمان و پوشش و ستری که خدا دوست دارد. و علما میگویند اگر میخواهی شیطان را ببینید، نگاه به زنی بکن که نیمه لوخت جلو مرد نامحرم در یک مراسم عروسی که موسیقار بی تقوا و بی ایمان و سکران اونجا داره آوازخوانی میکند و این زن داره جلو این همه مرد نامحرم و دسته ارکستر داره میرقصه. میگه اگر شیطان ندیدید و میخواهید شیطان رو عیناً ببینید، نگاه به زنی بکن رقاصه که جلو مردای نامحرم در حالی که اختلاط هست میرقصد. اگر اینطور باشد خب تعداد شیاطین تو مسلمان ها خیلی زیاده. پناه به خدا. تو خیلی از محلات بندر عباس وقتی که عروسی میشه، خصوصا عصر پنجشنبه شب جمعه بعد از نماز عصر، اون که ساز میزنه تو خیابون راه افتاده و زنها همینجور جلو مرد تو خیابون دارن میرقصن و دستمال بازی میکنن. تو خیابون راهبندان هم هست. تو کشور اسلامی که این همه ادعا داره، آب از آبم تکون نمیخوره. اگه مجوزم ندن میتونن مجوز بگیرن، با 50 تومن نشد با 100 تومن، با 200 تومن. خیلی عجیبه. تا ساعت 4 صبح هم میزنن، کسی هم به کسی نیست. مامورم بیاد، مامورم اونجا تماشاچی میشه، به جایی که خاموش بکنه، خنثی بکنه، تعطیل بکنه، اونجا تماشاچی میشه. بارها شده که مامور آمده تذکر داده، دستش گرفتن بیاد داخل، بابا بیا تماشا کن دارن میرقصن، تا هم انسانی دل داری بیا بابا. تا مسلمان بودن که تنها تو نماز خوندن نیست. اگر شیطان ندیدید نگاه به زنی بکنید که جلو دسته ارکستر، علما میگن که همه سکران و مستن و همه بی تقوا و چشتران و بیماردل، داره نیمه عریان میرقصه. علما میگن این شیطان اگه ندیدید اینه دیگه. حیایی نمانده. حجاب ستر است. یه بار دیگه حدیث میخوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند بسیار با حیا و پرده پوش است. بسیار با حیا و پرده پوش است و حیا و ستر را دوست دارد. حیا از مرد زیباتر یا از زن؟ اصلا زن با حیا خلقت شده. این حدیث خیلی زیباست و این حدیث زیبنده زن مسلمانه. زن مسلمان باید این حدیث رو تو هوا بزنه و خصلت خدایی و ربانی پیدا بکنه. خداوند بسیار با حیا و پرده پوش است و حیا و ستر را دوست می‌دارد. این آویزه گوشتان باشه. یک حدیث دیگر و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر زن مسلمانی که لباسش را در غیر خانه شوهرش از تن درآورد، خوب دقت بکنید، هر زن مسلمانی که لباسش را در غیر خانه شوهرش از تن درآورد و به زمین بگذارد، در حقیقت پرده میان خود و خداوند را دریده است. هر زن مسلمانی که لباسش را در غیر خانه شوهرش از تن در بیاورد
و بر زمین بگذارد، در حقیقت پرده بین خود و خداوند را دریده است. وقتی میره مکه حجابش کامله، مثل یک فرشته میشه. وقتی میاد مسجد حجابش کامله. وقتی تو عروسی و بازار میره لباساشو میذاره، میره بدون لباس، بدون چادر. تو دانشگاه بدون چادر مسخره میکنن، تو عروسی ها بدون چادر یا چادر نازک. میدونی امپریالیزم و صهیونیسم و دشمنان اسلام و یهود و استعمارگران معاصر چه لباسی رو برای زن مسلمان معرفی کردن؟ معذرت میخوام از همه. گفتن از بالا به پایین کوتاهتر، هرچی کوتاهتر بهتر، و از پایین هم به بالا هرچی کوتاهتر بهتر. داریم عملی میکنیم یا نمیکنیم؟ از بالا هرچی به پایین کوتاهتر بهتر. لباس زن مسلمان یعنی یقش باز باشه، تا سینه هاش باز باشه، آستینه هاش کوتاه باشه، پشت کمرش باز باشه. از پایینم به بالا هرچی کوتاهتر، یعنی بالاتر بره، بهتر. آیا مسلمان ها مو به مو دارن اجرا میکنن یا نه؟ و هر چم لباسش تنگتر و فشرده تر بهتر برای ما. اونا دارن میگن هم لباسش داره تنگ و فشرده میشه، هم رنگش جذاب و خیره کننده میشه، و هم از بالا داره کوتاهتر میشه و هم از پایین داره. اما اسلام میگه که لباس زن مسلمان هرچی گشادتر بهتر، هرچی کلوفتر بهتر، یه تکه تر بهتر و ساده تر بهتر، و از بالا هرچی به بالاتر بره بهتر و یقش کیپ بشه تا زیر این، تا فکش. و از پایینم هرچی بلندتر، اونا گفتن هرچی کوتاهتر، هرچی بلندتر که حتی گفتن 5 انگشتم زیر پاش خشه باشه روی زمین. گفتی این دیگه کامل تره که 5 انگشت لباس زن مسلمان زیر پاش خشه باشه و جوراب هم پاش باشه. وظیفه ما و شماست که بگیم به زنهامون و تا جایی که توان داریم، اگر قبول نکردن آماده باشن برای رفتن به جهنم. حداقل من و تو وظیفه‌مون رو انجام بدیم. و بیشترین اهل جهنم از زنها هستند و بیشترین پیروان دجال از زنها هستند. و یک زن 4 مرد رو به جهنم میبرد. اما زن وقتی که با ستر و شرم و حیا و خوب میشه، پیامبر گفته صلی الله علیه وسلم بهش زیر پاشه. و بعد گفته بعد از نعمت ایمان هیچ نعمتی معادل یک زن مؤمنی که رفیق راه آخرتت باشه و در کنارت باشه و انیست باشه و سبب تقوات باشه و سبب دلگرمیت باشه و همدمت باشه، گفته بعد از ایمان هیچ نعمتی معادل یک زن هم فکر، هم دل، هم راه، هم رزم دنیا و آخرت نیست. هیچ نعمتی گفته معادلش نیست برای مرد مسلمان، برعکسش هم همونه. زن اینه وقتی که خودشو پیدا میکنه، وقتی که ایمان و تقواشو پیدا میکنه. ساعت چنده؟ 10:05 دقیقه. مثل که داره برکت میکنه ساعت، پس خیلی نیست. من فکر میکنم 10:30. بعضی موقع شیطان وسوسه میکنه، میگه که بگو معذرت میخوام از خواهرای مسلمان که اینطوری دارم صحبت میکنم. نکن شیطان چقدر زرنگه، داری واقعیت میگه، ولی بعضی موقع میگه مثل که از بس که درباره حجاب صحبت نشده میگه نه، شاید به بعضی بر بخوره، شاید اهانت بشه، شاید توهین بشه، شاید بد تلقی بکنن، شاید کسی فکر کنه داره میکوبیدش. بگو معذرت میخوام. معذرت چه بخوام؟ کلام خدا و رسول خدا با ادب دارم میگم. کور خونده، توهین که نمی کنیم. ما میخوایم که این مرواریدهای جامعه اسلامی در صدف حجاب حفظ بشوند تا امت اسلامی رشد بکنه، با برکت بشه
وقتی زن باورکت شد، باور بکن زندگی مرد از این رو به اون رو میشه، زندگی فرزندان از این رو به اون رو میشه. باور بکن اگه زنهای ما امروز خوب باشن، با شرم و حیا باشن، با خدا و با تقوا باشن، باور بکن فرزندان ما کمتر از سلمان و صهیب و مصعب و بلال نیستن، همونا تربیت میشن. پس این زن چه وزنی در جامعه هست.